سلام رفقای سیکارت. توی این ویدیو قراره با نحوه فعالسازی و جایگذاری سیکارت کامل آشنا بشیم. خب اول از همه میریم سراغ جعبه سیکارتی که براتون ارسال شده و در کنار این سیکارت اختصاصی یک برچسب نشونه گذاری وجود داره که با کارایی این برچسب در ادامه آشنا میشیم. داخل این جعبه یک بروشور داریم که روی اون QR کد ویدیوی آموزشی جایگذاری سیکارت قرار داره. و علاوه بر این مراحل کامل جایگذاری سیکارت روی بروشور درج شده که ما هم می‌خوایم طبق همین مراحل پیش بریم. داخل این جعبه شما یک عدد سنباده و 2 عدد برچسب نونو دارید که بعداً به کارتون میاد. توی مرحله اول ما کارت بانکی پلاستیکی رو برمی‌داریم و در جهتی که کارت وارد ATM میشه از اون برچسب نشونه گذاری استفاده می‌کنیم تا بعد از جایگذاری کارت جهت کارت رو در سیکارتمون متوجه بشیم. حالا میایم با قیچی نوار مغناطیسی رو جدا می‌کنیم طوری که آسیبی به این نوار وارد نشه و این کار رو با دقت انجام میدیم. در مرحله دوم روکش چسب نانو که در پشت بروشور وجود داره رو جدا می‌کنیم و نوار مغناطیسی رو به این چسب نانو میچسبونیم. توی این مرحله با سنباده‌ای که داخل جعبه وجود داشت پشت نوار مغناطیسی رو تا جای سنباده می‌زنیم که کامل سفید بشه و همسط با سیکارت قرار بگیره. این کار معمولاً 2 تا 3 دقیقه زمان میبره. بعد از سنباده کشی پشت نوار کنارهای نوار رو هم سنباده می‌کشیم که یک دست بشه و درون شیار سیکارت جا بگیره. حالا با جایگذاری نوار داخل سیکارت تست می‌کنیم که آیا سنباده کشی نوار مغناطیسی کامل انجام شده یا نه. اگر نیاز بود مجدد سنباده کشی می‌کنیم و در نهایت روکش چسب نانو رو برمی‌داریم و نوار مغناطیسی رو در جهت درست در داخل سیکارت نصب می‌کنیم. به همین سادگی جایگذاری کارت بانکی شما در سیکارت انجام شد. حالا شما دیگه صاحب یک کارت بانکی فلزی اختصاصی خودتون هستین که همه جا میتونید ازش استفاده کنید. سیکارت ایمن، سریع و مطمئن.